سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم درس 9 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار کنیم. اسم قطعه است موسیقی ملل. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب قطعه شماره 9 مثل قطعات قبلی ترکیب نوت‌های سیاه، سفید و گرد هست. ما میدونیم هر نوت سیاه ارزشش 1 شماره است، نوت سفید ارزشش 2 شماره است و نوت گرد ارزشش 4 شماره است. محدوده نوت‌هایی که داریم استفاده شده توی این قطعه از نوت می هست که روی خط اول خطوط حامل نوشته میشه تا بالاترین نوتی که من اینجا میبینم نوت 2 هست که بین خط سوم و چهارمه. یه دور با هم دیگه مرور میکنیم. نوتی که روی خط اول نوت می هست، بین خط اول و دوم میشه نوت فا، روی خط دوم سل، بین 2 و 3 لا، روی خط سوم سی و نوتی که بین خط سوم و چهارم قرار میگیره میشه دو. که خب حالا جایگاه قرار گرفتن نوت‌ها روی ساز مهم میشه. نوت می که روی خط اول هست توی سنتور ما 2 تا جا داره. هم خرک اول سیم‌های سفیده، هم خرک هشتم سیم‌های زرد. خب ما از کجا بفهمیم که می که روی خط اوله مثل اولین نوتی که توی این قطعه داریم باید خرک هشتم زرد بخوره یا اول سفید؟ قاعده کلی اینه که اگر می هیچ علامتی نداشته باشه مثل اینجا یا علامت بمول کنارش باشه روی خرک هشتم اجرا میشه. فقط زمانی می رو روی خرک اول میزنیم که کنارش علامت کرون قرار بگیره. اینو توی درس‌های جلوتر با هم دیگه میبینیم. بقیه این نوت‌ها رو سیمای سفید هستن. فایی که بین خط اول و دومه میشه خرک دوم سیمای سفید، سل خرک سوم، لا خرک چهارم، سی خرک پنجم و دو خرک ششم. نکته خاص دیگه ای نداره این قطعه. فقط مواظب راست و چپ و شمارشش باید باشیم دیگه. ما میدونیم هر موقع بالای نوتمون 7 باشه یعنی باید با دست چپ بزنیم. اگر بالای نوتمون 8 باشه یا هیچ علامتی نباشه اون نوت رو باید با دست راست بزنیم. خب تیکه تیکه با هم دیگه نوت‌ها رو میخونیم و روی ساز اجرا میکنیم. میزان اول نوتش هست می، فا، سل که الان توضیح دادیم که می رو باید خرک هشتم زرد بزنیم. پس نوتامون هست می، فا، سل. با شمارش اگه بخوایم اجراش کنیم همونطور که شماره ها رو زیر نوتا نوشته میشه 1 2 3 4. 3 4 برای نوت آخره چون نوت سفیده. میزان دوم هم مثل میزان اوله 1 2 3 4. میزان سوم نوتاش هست سی، سل، فا، می. پس سی، سل، فا، می. دقت کنید سی و سل دوتاش با دست راسته چون بالاش هیچی نذاشته. همه نوتا هم که سیاه هم پس هر کدوم یک شماره بهشون میرسه. 1 2 3 4. میزان آخر هست فا، سل، فا، فا، سل، فا که میشه 1 2 3 4. پس خط اول شد می، فا، سل، می، فا، سل، سی، سل، فا، می، فا، سل، فا. اجراش میکنم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم سراغ خط دوم. خط دوم اگر با دقت نگاه بکنید میبینیم که خیلی شبیه خط اوله. یعنی همون می، فا، سل، می، فا، سل، سی، سل، فا، می، فا، سل، می. فقط نوت آخر به جای فا می میشه. پس شما اگر خط اول رو خوب یاد گرفته باشید خط دوم دقیقاً تکرار خط اوله. فقط آخرین نوتش رو به جای فا باید می بزنید. پس خط دوم میشه می، فا، سل، می، فا، سل، سی، سل، فا، می، فا، سل، می. بریم سراغ خط آخر، خط سوم. نوتامون هست سی، سی، سل، سی. همه نوتا سیاهن. سی، سی، سل، سی. میشماریم 1 2 3 4. میزان بعد 2 2 سی. 1 2 3 4
این دوتا میزان یه عبارت رو تشکیل میده: سی سی سل سی دو دو سی، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دو میزان آخر نوتاش هست سل سل فا فا می، سل سل فا فا می. میشماریمش: 1 2 3 4، 1 2 3 4. من یه دور با شمارش از اول تا آخر قطعه رو اجرا میکنم. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. اگر توجه کرده باشید توی این قطعه اصلا از نوت لای سفید استفاده نشد. خب همونطور که میبینید بالاش نوشته موسیقی ملل. علت این که از نوت لا استفاده نشد اینه که توی کوک، از نظر بحث کوک سازمون، نوت لا اصطلاحاً لا کرون کوک شده و ما لا کرون رو توی موسیقی غربی نداریم. به خاطر همین از نوت لا توی این قطعه استفاده نشد، چون این حالت رو پرده داره و ما این رو پرده رو نمیخواستیم صداش بیاد. به خاطر همین تمام جمله ها جوری اجرا شد که از نوت لا استفاده نشه. از سل میپره روی نوت سی، هم توی رفت هم توی برگشت. علت اینکه از لا استفاده نشد اینه که کوکش همخوانی نداره با موسیقی غرب. خب ما با شمارش قطعه رو زدیم. مهمه که شما بتونید علاوه بر اینکه قطعتون رو با شمارش میزنید با مترونوم هم بزنید. مترونوم هم سرعت شما رو دقیق میکنه هم فاصله نوت‌ها رو. مترونوم یه دستگاهیه که ما میتونیم تعداد شماره های داخل هر میزان رو براش تنظیم کنیم، سرعت رو هم بهش بدیم و اون شروع میکنه به شمردن. هم به صورت مکانیکیش هست، هم به صورت دیجیتالش هست، هم نرم افزارش هست که شما میتونید روی گوشی یا لپتاپ نصب بکنید و همین کار برای شما انجام میده. هیچ تفاوتی نداره. از هر کدوم که دوست دارید شما میتونید استفاده بکنید. من مترونوم رو روشن میکنم، بهش میگم که 4 شماره‌ای بشماره. ما تا الان تمام قطعاتی که زدیم 4 تایی بوده. حالا جلوتر شمارش‌های دیگه رو هم میبینیم. ولی مترونوم حالا من تنظیم میکنم رو 4 شماره‌ای. سرعت رو همون بالا به ما داده. اون سیاه مساوی با 60 که بالای قطعه نوشته این سرعت رو داره مشخص میکنه. داره میگه که با هر ضرب یک نوت سیاه بزن، اون سیاهه، و مساوی با 60 که گذاشته یعنی در هر دقیقه معادل 60 ضرب باید اجرا بشه. یعنی در واقع الان که 60 یعنی هر ثانیه یک شماره باید شمرده بشه دیگه که توی یک دقیقه 60 تا اجرا بشه. واحدش BPM یعنی بیت پر مینت، ضرب در دقیقه. وقتی 60 یعنی 60 ضرب در دقیقه باید بخوره. و اون کلمه لارگویی که نوشته باز این یک کلمه ایتالیایی هست به معنی اسلو تو زبان انگلیسی، یعنی آروم. بعضی وقتا با اون عبارت‌های توصیفی قطعه رو سرعتش رو مشخص میکنن. لارگو یعنی اسلو، یعنی باید آروم زده بشه. خب ما این قطعاتی که شروع کتاب هست سعی میکنیم خیلی آروم بزنیم که فرصت داشته باشیم به فرم دستامون و استایل نوازندگیمون فکر بکنیم، هدف گیریمون دقیق باشه و صدایی که از ساز در میاریم یه صدای استاندارد و ایدئالی باشه. خب سرعت رو هم پس من گذاشتم رو سرعت 60. برای اینکه صداش بیشتر بشه من اینو به یه اسپیکر وصل میکنم که صدا رو شما داشته باشید موقعی که من دارم ساز میزنم. خب مترونوم وقتی روشن میکنیم یه صدا با 3 تا صدای دیگه متفاوته. صدا زیرتره یکی از صداها. اون صدایی که زیرتر هست ضرب شماره 1 ما هست و ستای بعدی میشه 2 3 4. به این شکل میشماریم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. به این شکل میشه. اول ما قطعه رو باید خوب با شمارش بلد باشیم. وقتی خوب مسلط شدیم میتونیم مترونوم بزنیم، شمارشمون رو با مترونوم هماهنگ بکنیم و همونطور که قطعه‌مون رو با شمارش بلد بودیم الان هم بزنیم. فقط باید تمرکزمون روی مترونوم هم باشه که شماره هامون با ضرب‌های مترونوم هماهنگ باشه. یه دور قطعه رو من با مترونوم براتون اجرا میکنم. 2 3 4. 1 2
سه چهار، یک دو 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 سه چهار. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که این پست رو لایک میکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت میکنید، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب میکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک میذارید. ممنون از شما.